سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز و محترم و با آرزوی سلامتی به شما عزیزان. حدود 1 سال پیش بود که قیام سراسری در واکنش به افزایش قیمت بنزین در اقصانقاط ایران شکل گرفت که توسط رژیم جمهوری اسلامی به شدت سرکوب شد. اما در نقاط مختلف ایران تظاهرات مردمی یکسان نبوده و در برخی مناطق همچون الاهواز شدت این درگیری ها و خشونت جمهوری اسلامی بیشتر به چشم میاد. ما در این برنامه به دنبال بررسی ریشه های این تظاهرات و سرکوب وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی هستیم، به خصوص در منطقه الاهواز که ببینیم دلیل تظاهرات مردم این منطقه آیا فقط در ریشه در افزایش قیمت بنزین داشته و یا ریشه هایی تاریخی دامن زده به اعتراض ها و نارضایتی های مردم عرب در این منطقه. در خدمت آقای یوسف عزیزی بنی طرف، نویسنده و روزنامه‌نگار عرب هستیم. سلام عرض می‌کنم جناب آقای بنی طرف. سلام بر شما و بینندگان تلویزیون شما. تشکر می‌کنم. لطف بفرمایید ابتدا در مورد ریشه های تظاهرات سال قبل یک توضیحاتی بفرمایید که ریشه های اقتصادی اجتماعی این مسئله چه بوده و آیا در اهواز فقط این اعتراضات ریشه اقتصادی و در واکنش به افزایش قیمت بنزین بوده و یا عوامل دیگری هم در این مسئله دخیل بودند؟ شما اشاره کردید به تاریخ. بد نیست من هم گذرا یک اشاره بکنم در پاسخ به شما. در طی 1400 قرن بعد از اسلام مملکت اهواز و بعداً مملکت عربستان که در سال 1304 اسمش را کردند خوزستان، در این بازه زمانی یعنی 1400 سال 2/3 مستقل بوده تقریبا حدوداً. 1/3 هم زیر سیطره عباسیان، عثمانی و سلسله های مختلف پارسی بوده. در 1304 تقریبا چند ماهی بعد از سقوط شیخ خزعل، دقیقاً در 3 مرداد 1304 طبق گفته خود کتاب‌های تاریخی فارسی مردم عرب قیام می‌کنند و اونجا طبق نامه‌ای که کنسولگری ایران در بصره برای وزارت خارجه ایران در اوایل دوره رضا شاه فرستاده 240 نفر را میکشند، خیلی هم با خونسردی و اینا. در خرداد 58 یعنی چند ماهی بعد از انقلاب حدود 400 نفر در اون در واقع کشتار محمره یا خرمشهر توسط تیمسار مدنی و سپس خلخانی انجام میشه. در سال 84 یعنی اواخر دوره خاتمی حدود 54 نفر در یک تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به نامه منسوب به اکتحی رئیس دفتر خاتمی در اون موقع میان خیابون مسالمت آمیز و 54 نفر از اونها را میکشند. حالا این آمار را که من دادم غیر از اعدام ها، کشتارهای زیر شکنجه و همانند اونهاست. یعنی در واقع با ما
با زبان گلوله و با زبان اعدام و زندان همیشه صحبت کردند. این واقعی که در آبان 98 رخ داد و اون خونریزی که انجام شد و شما هم به درستی گفتید نقطه ثقلش در منطقه ما بود، در استان ما بود، استان اهواز یا همون خوزستان رسمی. من آماری دارم که نشون میده واقعا به چه شکل و میزان به چه شکل است. گرچه خب یعنی آمار دقیق نیست آمارها، ولی کشته های استان اهواز را بین 151 تا 200 نفر برآورد کردند که عمدتاً عرب بودند، جز البته یکی دو شهر غیر عرب نشین مثل بهبهان و اندیمشک، بقیه اغلب عرب بودند. در کینه و نفرتی که نشان داده شده، من یک بیانیه یک حزبی که عربی نیست، حزب چپ ایران استناد میکنم که گفته این در واقع کشتاری که در استان صورت گرفته و به ویژه در بندر معشور یا همون ماشهر جعلی و البته اطرافش جراحی و اینها، گفته دلیلش نفرت نژادیه. این صحبت من نیست، صحبت حزب چپه که خب یک حزب به هر حال چپ ناسیونالیسته و تأکید کرده که اغلب فرماندهان نظامی و رؤسای ادارات و شرکت ها پروازی هستند، یعنی از تهران اصفهان میرن اونجا و چیز میکنن، اداره میکنند امور را و اینا. و آخرین مورد هم که دیدیم اینقدر مسئله مهم بوده که فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی استان و فرمانده نیروی انتظامی بندر معشور یا همون ماشهر توسط آمریکا تحریم شدند. این صحبت 4-5 روز پیش هست. این بر تقدیر ریشه هاش فقط این در واقع افزایش 3 برابر قیمت بنزین یک جرقه‌ای بود که یک نیشتری بود که این دمر را باز کرد و دیدیم که به هر حال در اهواز 50 خورده نفر کشته شدن، 54 نفر، در نمیدونم خود معشور 52 نفر، شاید هم بیشتر، در شوشتر 13 نفر، در محمره 11 نفر، در کوت عبدالله 1 نفر، شوش 1 نفر، رام هرمز 1 نفر، حمیدیه 2 نفر و البته 2 شهر غیر عرب نشین بهبهان 9 نفر و اندیمشک 14 نفر. و جالب اینه، یعنی همه اینها ریشه هاش فقط ریشه های اقتصادی نیست، گرچه اقتصاد هم نقش مهمی داشته در این مسئله، منتها تبعیض نژادی، تبعیض اجتماعی، تبعیض سیاسی، تبعیض اقتصادی و الی آخره. خب میدونید این ملت عرب تا 1304 یک حاکم عرب داشته، از خودش حاکم داشته به نام شیخ خزعل و این را سرنگون میکنند، میارنش تهران رضا شاه و اون را میکشه به لطایف الحیل. و خب این در حافظه تاریخ مردم باقیه و هنوز هم باقی مونده. در نتیجه این مردم حاکمیت سیاسی خودشون را از دست رفته میبینند، فکر میکنن خب یک زمانی بر امورات خودشون حاکم بودند، حالا به نوعی حالا یک شبه استقلال بود، خودمختاری کامل بود، هر چی اسمش رو بگذاریم، و میبینن که اکنون حدود
90% 95% مسئولان بلندپایه غیر عربند، پروازی هستند، نمیدونم از این ور اون ور آورده میشن. سعی برای تغییر بافت جمعیت اونجا انجام میشه به انواع و اقسام ابزارها و شیوه ها و اینها. نسبت به آلودگی محیط زیست، آلودگی آب، آلودگی هوا، هوای مسموم، نسبت به خشک شدن آب رودخانه ها و به ویژه کارون، خشکاندن باطلاق هورالعظیم که ریه در واقع استان بوده، حاکمیت بی تفاوته یا حتی کار عمدن این کارها را انجام میده که مردم مهاجرت بکنن. عرب ها ساکنان اصلی اونجا، اکثریت جمعیت اونجا مهاجرت بکنن. به اضافه خب تبعیض روزانه در آموزش پرورش، در مدرسه، در اداره، در شرکت نفت، در استخدام، در هر جز و جز زندگی مردم و کوچاندن بخشی از مردمان استانهای همسایه به اونجا و دادن امتیازهای فراوان به اونها برای زندگی. هدف حاکمیت از این مسائل که باعث اون در واقع شدت و حدت تظاهرات آبان شد بین مردم عرب، هدف حاکمیت اینه که تا میتونه عرب ها را کوچ بده از اونجا و غیر عرب ها را به جای اونها ساکن بکنه. این به نظر من خلاصه ماجراست. بله بسیار عالی. همونطور که شما فرمودید رژیم جمهوری اسلامی به دنبال تغییر دموگرافی منطقه هست و این به نظر من نشون میده که در واقع جمهوری اسلامی و برخی از اپوزیسیون ها که موضع‌گیری مشترکی هم اتفاقا در همین زمینه با جمهوری اسلامی دارن، در باطن خودشون اهواز رو جزو ایران نمیدونن، آذربایجان رو جزو ایران نمیدونن و به این شکلی شاید بشه گفت با قدرت نرم میخوان اون مناطق رو به تصرف در بیارن. اینجوری هم میشه به مسئله نگاه کرد. اما واکنش اپوزیسیون مرکزگرا، حالا در احزاب مختلف، ما واکنش چندانی در مقابل این تبعیض‌ها و ظلم‌ها از اونها نمی‌بینیم. اهواز ما میدونیم منطقه‌ای است بسیار نفتخیز و اکثر بودجه ایران داره از همین منطقه به دست میاد. اما یک مسئله‌ای که هست بیشتر اشاره میشه به بحث نفت و گاز اهواز، اما ما میدونیم که اون منطقه یک پتانسیل بسیار بالایی در بحث کشاورزی داره و الان اگر منطقه اهواز و آذربایجان جنوبی نبود، امنیت غذایی ایران به هیچ عنوان تأمین نخواهد شد که البته ما در برنامه‌های قبل به این مسئله پرداخته بودیم که اهمیت اهواز یا همان خوزستانی که میگم به شکل رسمی چقدر مهمه در تأمین امنیت غذایی ایران. اما علیرغم همه این مسائل ما می‌بینیم که مردم عرب در این منطقه از اولیه ترین حقوق حتی اقتصادی برخوردار نیستند. اپوزیسیونی که ادعا میکنه آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی هست و میخواد یک جامعه 80 و چند میلیونی رو اداره کنه، آیا با این سیستم و با این طرز تفکر میتونه موفق باشه؟ میتونه در واقع حمایت عرب ها، ترک ها، کرد ها، بلوچ ها رو در واقع داشته باشه؟ مسئله اپوزیسیون برای ما خیلی اهمیت است. آیا اپوزیسیون مرکزگرا رو شما در این مورد اصلاح پذیر میدانید یا خیر؟ اپوزیسیون در ایران یا اپوزیسیون سراسری به اصطلاح در واقع اشکالات عمده‌ای داره در برخورد با مسئله ملیت ها و ظاهراً هرچی مسئله ملیت ها پیکارشون جدی میشه و شدت پیدا میکنه، این اپوزیسیون بیشتر
پا به عقب میذاره. یعنی به جای اینکه خودش رو تصحیح بکنه و در واقع مواضع دقیق تری بگیره، مناسب تری بگیره که بتونه مچ بشه، هماهنگ بشه با تحرک و حرکت و فعالیت ملیت ها، در واقع این را نمیبینیم. البته اپوزیسیون هم یک پارچه نیست. ما از راست تا چپ اپوزیسیون در ایران داریم و به نظر من باید به طور نسبی با این اپوزیسیون برخورد کرد، گرچه همه این اپوزیسیون متاسفانه در نگرش و در گفتمان خودشون نسبت به ملیت‌های غیر فارس متأثر از اساطیر و افسانه ها هستند. یعنی در اواسط قرن 19 وقتی کسانی مثل کرمانی و فتحعلی آخونزاده و آقاخان کرمانی و جلالدین میرزا پسر فتحعلی شاه و همانند اونها به سرنویسی، باستانگرایی و مقوله‌های همچون این دست یازیدن و اساس در واقع ایرانی بودن را نه بر حقوق شهروندی اونگونه که در همون زمان مثلا در سوئیس بود، در کشورهای دیگه بود، اون زمان بود سوئیس کشور فدرال بود، حتی قبل از اون کنفدرال بود، ولی در اواسط قرن 19 کشور فدرال شد. اینها به جای اینکه از این گفتمان اروپایی برابری خواه و برابری طلب بیان ملیت‌های مختلف تأثیر بگیرند، از گفتمان برتری خواه، گفتمان نژادگرایانه تأثیر گرفتند. مشکل اینه و برای تعریف ایرانی به متون آرکایف و کهنی مثل شاهنامه مراجعه کردند. خب وقتی شاهنامه ترک و عرب را دشمن میبینه، ان ایرانی میبینه، این با مستلزمات و ملزومات پلیتیک مدرن، سیاست مدرن همخوانی نداره. در نتیجه ولی متاسفانه این گفتمان شاهنامه‌ای که در ضدیت با گفتمان مدرن قرار میگیره، با کار 200 ساله تقریبا در کتب درسی و غیر درسی و فکری و سیاسی و حتی ادبی رسوخ پیدا کرد بین ذهن 3-4 نسل از جامعه فارس زبان ایران و رهایی از این گفتمان افسانه‌ای و اساطیری برای اینها مشکل شده. یعنی این در واقع ریشه دار شده و به نظر من کار تئوریک و کار سیاسی و فکری ژرفی میخواد تا اینها را جدا کرد. این برخورد فقط با عرب ها نیست، این برخورد حذفی، این برخورد در واقع نژادی فقط با عرب ها نیست. من این را در مورد ترک های ایران هم دیدم. یعنی در واقع این موضوع قره‌باغ باعث شد که ما چشممون نسبت به عمق مسئله، اون فراتر از سطح مسئله بازتر بشه. واقعا برای من شگفت‌انگیز بود این همه دشمن، یعنی موضع‌گیری علیه خود آذربایجانی ها، علیه ترک ها در ایران. به ندرت من دیدم شخصیتی، نیرویی از جامعه فارس زبان جانب حق و حقیقت را بگیره. من نمیگم حتما جانب ترک ها را بگیره، ولی
یک تحلیل بیطرفانه ارائه بده و اینها. اغلب در واقع ضد ملت آذربایجان موضع گرفتند، ضد هموطنان ترک خودشون موضع گرفتند و این فاجعه باره. یعنی باز این برمیگرده به همون دیسکورس شاهنامه‌ای و این که متاسفانه نقدی از این قضیه انجام نشده تا کنون. بله، همونطور که اشاره کردید اون دیدگاه باستانگرایانه و تعریفی که از ایرانیت نزد اپوزیسیون و حتی ملت فارس وجود داره باعث شده تا این در واقع گفتگوی بین اتنیکا و دیدن واقعیت و ظلم‌ها و تبعیض‌هایی که علیه ترک‌ها، کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها میشه برای اپوزیسیون سخت باشه. در چنین چارچوبی که ما نیازمند یک همبستگی و تظاهرات سراسری برای ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی هستیم، آیا این نحوه نگرش در واقع اپوزیسیون فارس مانع از تظاهرات سراسری نمیشه؟ چون میبینیم برعکس اپوزیسیون مرکزگرا فعالان مدنی، سیاسیون عرب، ترک رو متهم به نژادگرایی میکنن و متهم به این میکنن که شماها عاملی هستید تا قیام سراسری در ایران شکل نگیره و ضامن بقای رژیم هستید. اما گفته های شما نشون میده که در واقع دقیقاً برعکس، اون طرفی که مانع از قیام سراسری در ایران میشه دقیقاً اپوزیسیونی است که تعریفی باستانگرایانه از ایران داره. این مسئله رو میخواستم توضیح بدید که راه حل چیست. ما ملت عرب، ملت ترک، خب جمهوری اسلامی رو داریم، اپوزیسیون مرکزگرا رو هم داریم. ما چه باید بکنیم برای ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی، برای دست یافتن به حقوق خودمون که نه جمهوری اسلامی و نه برخی از اپوزیسیون مرکزگرا قائل به اون هستند؟ یک مسئله هست میگه از چاله به چاه افتادن، مسئله فارسیه. من فکر میکنم که ملیت‌های ایران و به ویژه ملت ترک که بر تقدیر حضور تاریخی بیشتری در تحولات مشروطیت و بعد از اون در کنار ملت فارس داشته، به یک نتایجی رسیدن. من از زبان خود دکتر هیئت، دوست روانشادم دکتر هیئت، شنیدم که گفت ما یک بار در انقلاب مشروطیت در واقع فریب خوردیم، بار دیگر در انقلاب بهمن 57 فریب خوردیم و دیگر نمیخواهیم فریب بخوریم. این را فکر میکنم جنبندی اغلب فعالان ترک هست در ایران. درست. بر تقدیر با کمک ترک ها در درجه اول و سایر ملیت ها در درجه دوم انقلاب مشروطیت به ثمر رسید. انقلاب بهمن هم به همین شکل و حضور البته غلیظتر ملیت ها و بخصوص عرب ها، اینها با تحولاتی که در جهان رخ داد، از جمله استقلال جمهوری آذربایجان، از جمله تحولات و انقلاب انفرماتیک، تحولات منطقه، در واقع بهار عربی و دیگر تحولاتی که شاهدش بودیم، باعث شد که آگاهی های ملی در میان ملیت ها سیر صعودی پیدا بکنه. من یک مثال براتون بزنم. در مقطع انقلاب، قبل از انقلاب به چند سالی، بیشترین زندانیان ضد شاه از
نیروهای چپ بودن. بعد از اون نیروهای اسلامگرا و کمی هم ملیگرا و البته نیروهای ملیت ها هم بودند، ولی نه به اندازه چپ. این صحبت 43 44 45 سال پیشه. اکنون چگونه است؟ اکنون بنا به آماری که عفو بین الملل پارسال داد که 2019 منتشر کرد و مربوط به سال 2018 است، میگه که حدود 50% از زندانیان ایران، کل ایران، کرد هستند. ما حساب کردیم حدود 20 تا 25%شون عربند. نمیدونم به همین نسبت بلوچ، به همین نسبت ترک، و میرسیم به حدود 90 خردی درصد، 90% از زندانیان ایران غیر فارس هستند. این صحبت من نیست، بر مبنای آمار عفو بین الملل میگم. خب 5%، 10% بقیه هم که مسائل کارگری، زنان و همانند اونها باشد، هم توشون ترک و عرب و کرد و اینها هم هست، منتخب به نام اون لایه ها. اعدام ها، انجمن حقوق بشر ایران یک آماری داده بود پارسال که حدود 78% از اعدام ها در ایران از کردها، عرب ها و بلوچ هاست. خب این داده ها نشانگر چیست؟ نشانگر این است که پیکار ملیت ها الان در واقع آوانگارد و پیشگام و جلودار مبارزه در ایران هست. دیگر نیروی چپ نیست که بیشترین تعداد زندانیان را تشکیل میده یا اعدام ها یا چی، و در نتیجه بر اپوزیسیون و بخصوص اپوزیسیون دموکرات و چپ هست که این داده ها و این تحولات را پیش روی خودشون بگذارن. ما از نیروهای راست، نیروهایی که نمیخوان سر به تنمون باشه، نیروهای سلطنت خواه و همانند اونها، با اونها صحبتی نداریم. صحبت ما با نیروهای دموکرات و نیروهای چپ هست که باید سیاست‌های خودشون را در واقع بر مبنای واقعیت‌های کنونی جامعه ایران پیریزی بکنن. کی سابقه داشته در ایران و به ندرت، حالا من که به هر حال از قبل از انقلاب در صحنه سیاستم، به ندرت و ندیدم اساساً ترک ها در تهران تظاهرات کنند جز بعد از اول خرداد 85 اون موضوع روزنامه ایران و همین چند هفته پیش در مورد قره باغ. خب این نشانگر اینه که ترک قدرت پیدا کرده، میتونه قدرت نمایی بکنه حتی در پایتخت، نه تنها فقط در شهرهای آذربایجان. برای اولین بار در تاریخ 80-90 ساله عربستان یا اهواز، اقلیم اهواز، ما در آبادان شاهد تظاهرات عرب ها بودیم. در مارس 2018 اون تحقیری که صدای سیما راه انداخت علیه عرب ها، برای اولین بار در وسط شهر آبادان جوانان و مردم عرب چیز کردن، تظاهرات کردن. اونجا زمانی عرصه حزب توده بود، عرصه چپ بود، بعد از انقلاب هم همچنین عرصه چپ بود. الان عرصه ماست، نه عرصه چپه، نه عرصه سلطنت طلبه، نه عرصه اینها هست. البته سلطنت طلبها ممکنه در بعضی شهرها هم شعارهایی به نفع پسرشاه بدند و اینها، ولی اون مال ما نیست. در نتیجه
به گمان من اونی که باید توجه بکنه نیروهای دموکرات در ایران هستند که باید خودش رو تطبیق بدن، ببینن و بپرسن که چرا ترک ها در جنبش سبز شرکت نکردن، چرا در دیگر جنبش های سراسری شرکت نمی کنن، بقیه ملیت ها به ندرت. البته مسئله بنزین مسئله استثنایی بود چون مسئله اقتصادی بود، ولی شما اگر به نقشه اتنیکی کشتگان هم نگاه بکنید هم عمدتاً اتنیکیه. یعنی بیشترین کشته ها در استان اهواز بود، بعد از اون قشقایی ها در شیراز، لرها در بهبهان و اندیمشک و دیگر شهرها، کردها در کرمانشاه و کردستان و ترکها هم در آذربایجان و در استان البرز و تهران بزرگ. این شهرهای اقماری که کشته شدند، قلعه حسن خان، نسیم شهر، نمیدونم شهریار، اینها اغلب ترک بودند. بنابراین حالا درست انگیزه اقتصادیه، ولی اونی که انگیزه اقتصادی را به پتانسیل بیشتری میده تا این بیاد و در برابر گلوله بیسته، انگیزه های اتنیکی هم هست. اینها را نمیشه از هم جدا کرد. یعنی انگیزه ها و انگیزه های اقتصادی و انگیزه های اتنیکی و ملی هر دوتا دست به دست هم میدن تا شاهد باشیم که بیشترین درگیری ها و کشته ها در مناطق در واقع ملیت ها بوده است. این به نظر من باید مطالعه بشه، بررسی بشه و همه اپوزیسیون و اینها باید به این قضیه توجه بکنن. درست است. همونطور که شما اشاره فرمودید در مناطق ترکنشین، عرب نشین و کرد نشین و بلوچ نشین زیاد از فراخوان‌های تظاهرات سراسری اپوزیسیون‌های مرکزگرا تبعیت نمیشه و این خود نشون میده که به دلیل عدم در نظر گرفتن حق و حقوق این اتنیک‌ها و این ملت‌ها زیاد جایگاهی این اپوزیسیون‌های مرکزگرا در این مناطق ندارن. اما انتظار ما از طبقه روشنفکر فارس شاید متفاوت باشه با سیاسیون فارس و اپوزیسیون های مرکزگرا. نقش و وظیفه روشنفکران جامعه فارس و مردم فارس در این مقطع در دفاع از حقوق عرب ها و ترک ها و بقیه اتنیک ها چیه هست و چه واکنشی تا به حال این روشنفکران داشتن در این زمینه؟ ببینید، اون چه که روشنفکران و غیر روشنفکران، فعالان سیاسی، احزاب سیاسی ملت غالب را وادار میکنه تا به مسائل ما توجه بکنن، به صدای پایمال شده تاریخی ما توجه بکنن، مبارزه ماست، جانفشانی ماست، فداکاری ماست، فداکاری عباس لسانی هاست، فداکاری حسن حیدری ها در اهواز، فداکاری کرد ها در کردستان، بلوچ ها در بلوچستان. این هاست که وادار میکنه آنانی که خوابند یا خود را به خواب زده اند بیدار بکنه. و البته من با توجه به سن خودم حس میکنم که یک بهبودی حاصل شده در مورد روشنفکران، ولی اندکه، یعنی میلیمتریه در واقع. یعنی ما مثل اون شاعر عرب یک شعری داره، البیاتی، شاعر عراقی، میگه گوزنان بر دیوار محال میکوبند. ما مثل اون گوزنها هستیم که بر دیوار محال در واقع نادیدن ما میکوبیم و تونستیم این دیوار را قدری سوراخ بکنیم.
الان گاهی گاه به گاه صداهایی میشنویم که با ما همنوایی میکنند. خانم شیرین عبادی را شما قیاس بکنید با مثلا 15-20 سال گذشته که اکنون میاد و میگه من استقلال طلبی را مذموم نمیدونم، این حق مردمه. یا مثلا خانم های ترابی یا دیگران و دیگرانی که الان حضور ذهن ندارم تا اسمشون را بگم. بنابراین مبارزه ما میتونه نتیجه بخش بده و اساسا بدون پیکار، بدون فداکاری، بدون از خودگذشتگی چیزی را نمیتونیم به دست بیاریم و این حکم تاریخه. بنابراین البته ما نقد داریم و از اونها میخوایم که خودشون را نقد بکنن، گفتمان 200 ساله و حتی تاریخی از شعبیه به این ور را نقد بکنن، چون میخوان با ما زندگی بکنن. اگر میخوان با ما زندگی بکنن باید پلیدی هایی که علیه ما هست، اون نویسنده‌ای که همانند میرزا خان کرمانی یا صادق هدایت یا پور داود یا بزرگ علوی که در کتابهاشون صریح میگن عرب را باید کشت، باید از بین برد، در رمانهایشون، در کارهاشون. خب من چگونه با روشنفکری که میخواد منو بکشه در کنارش وایسم؟ روشنفکر باید اون همگن خودش، اون در واقع هم تبار خودش را نقد بکنه، وگرنه من هم فکر میکنم این هم میخواد منو بکشه. اینها مسائلی است که روشنفکران ملیت غالب باید بهش توجه بکنند و من بارها گفتم و صحبت کردم در گفتگوها و مصاحبه هایی که با رسانه های مختلف فارسی داشتم در این زمین. بله تشکر میکنم. البته من خاطرم هست که خانم سپیده قلیان هم که در زندان بودن از ظلم مضاعفی که در زندان بر علیه عرب ها اتفاق می افتاد سخن گفتند و بسیار هم مورد انتقاد و فحاشی و انگهای مختلف قرار گرفتن که تاییدی بر سخنان و فرمایشات جناب عالی هست که اگر روشنفکری هم بخواد از بین اینها یک مقدار حرف حق رو بزنه و واقعیات رو بیان بکنه بهش حمله میشه. تشکر میکنم آقای بنی طرف از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به این برنامه تشریف آوردید. اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید، در خدمت شما هستیم. خوشبختانه یا متاسفانه فعلا بیشتر از خانم ها هستن که از حقوق ما دفاع میکنن و این خانم قلیان را هم شما ذکر کردید. بله ایشون موضع‌گیری داشته و پایدار بوده و زندان رفته به خاطر برخی از صحبتاش که راجع به خانم های زندانی عرب انجام داده و البته در بین مردان و روشنفکران مرد هم میبینیم گاهی اینجا و آنجا صحبت‌های میشنویم یا میخوانیم، منتها میگم هنوز میلیمتریه، یعنی خیلی مونده تا اینها به عمق فاجعه پی ببرند. اساسا تاریخ ما رو نمیدونند. همین چیزی که من گفتم، اینها فکر میکنن از ازل تا ابد مثلا آذربایجان یا عربستان، اهواز یا کردستان و اینها از ازل و ابد جزو ایران بوده. نه، تاریخ نمیخونن. تاریخ خود همین خود تاریخی که فارس ها می نویسن اونها رو هم نمیخونن. نه، من نمونه مملکت عربستان را گفتم که گاهی جزو ممالک محروسه بوده و اغلب هم نبوده، مستقل بوده و گفتم که 2/3 این 14 قرن به هر حال مستقل بوده، 1/3 هم یا استقلال داخلی داشته یا مثل الان ضمیمه زورمدارانه بدون حقوق تهران شده. بر تقدیر در پایان من درود میفرستم به
ملت آذربایجان و امیدوارم که این ملت در واقع در حضور سیاسی، حضور اجتماعی و حضور تظاهراتی خودش رو در خیابانها در واقع گرهگاه های تاریخی نشون بده، همون گونه که در چند هفته پیش نشان داد و این مایه امیدواریه، چون واقعا ملت آذربایجان تأثیر بسزایی میتونه داشته باشه در برپایی دموکراسی و حق تثبیت حق تعیین سرنوشت برای همه ملل ایران با توجه به سوابق تاریخی جمعیت و خیلی از مسائل دیگه. منتها با تأکید بکنم که ما هنوز با دشمن غداری به نام شوونیسم و نژادگرایی، غدار و قدرتمند، روبرو هستیم و نیاز به کار بیشتر تئوریک، کار فکری، کار سیاسی و پراتیک اجتماعی داریم. موفق و پایدار باشید. تشکر میکنم از شما و بینندگان عزیز و محترم. آرزوی سلامتی دارم برای شما. Köksümüzü siper edip keçti irəli, öptü şəhid qanı axan mübarək yeri. Qissasını yağılardan biz alacağıq, o sevgili bir bayrağı qaldıracağıq. Qissasını yağılardan biz alacağıq, o sevgili bir bayrağı qaldıracağıq. And içirik, and içirik, and içirik biz, babalardan miras kalmış ulu torpağa, parlayacak yüzün nurlu hoş bir sabaha. And içirik, and içirik, and içirik biz, diz çökerek o üç renkli uca bayrağa, yolumuz hak ümidimiz yalnız Allah'a. Al boynuna bizi vətən eşanlı diyar, uğrunda can verməyə neçə oğlum var. Qissasını yağılardan biz alacağıq, o sevgili bir bayrağı qaldıracağıq. Qissasını yağılardan biz alacağıq, o sevgili bir bayrağı qaldıracağıq. And içirik, and içirik, and içirik biz, babalardan miras kalmış ulu torpağa, parlayacak yüzün nurlu hoş bir sabaha. And içirik, and içirik, and içirik biz, diz çökerek bu üç renkli uca bayrağa, yolumuz hak ümidimiz yalnız Allah'a. Calarak al güneşten tunç bedenimiz, bükülmezdi kollarımız, haktı sesimiz. Qissasını yağılardan biz alacağız, o sevgili bir bayrağı qaldıracağız. Qissasını yağılardan biz alacağız, o sevgili bir bayrağı qaldıracağız. And içirik, and içirik, and içirik biz, babalardan miras kalmış ulu torpağa, parlayacak yüzün nurlu hoş bir sabaha. And içirik, and içirik, and içirik biz, diz çökerek bu üç renkli uca bayrağa, yolumuz hak ümidimiz yalnız Allah'a. And içirik, and içirik, and içirik biz, diz çökerek bu üç renkli uca bayrağa, yolumuz hak ümidimiz yalnız Allah'a. Yolumuz hak ümidimiz yalnız Allah'a. Saygılar, hörmətlər, gözəl izləyicilərimizə. Ümid edirəm ki, hər hardasınız, sağ və salamat yaşayasınız. Özür ki,
bülüsüz hər xalqın bir tarixi vardır. Bu tarixdə, keçmişdə gələcəyi inşa etmək üçün, gələcəyi düzəltmək üçün çoxlu mücadilələr və savaşlar veribdir. Ona görədir ki, bu tarix o xalqa və o millətə dəyərli və önəmlidir. İstər bu tarix qısa olsun, istər illər boyu olsun, istər yaxın olsun, istər uzaq olsun. Bizim xalqımız da, bizim millətimiz də çox bollu və çeşitli tarixi vardır. Və o tarixi əldə etmək üçün və o tarixi icad və inşa etmək üçün çoxlu mücadilələr və çoxlu savaşlar aparıbdır. Mənə belə gəlir ki, ən etkili və ən geleneksel tarixlərimizdən biri Firqi Demokrat inqilabıdır. Bunun nə cür təsir oldusu və necə bir sərnişsaz bir inqilab oldusunu bir neçə bərnamədə və neçə proqramda o pəncərənin vasitəsilə sizlərlə incələyib və paylaşacaq. Yaxınlaşırıq 75-ci il dönümünə Firqi Demokrat hökumətinin və hakimiyyətinin quruluşunu və onun necə gəldiyi və nə işlər gördüyü və sonra da nədən və nələr səbəbilə getdisi və sukut elədisi və ondan sonraki təsirlərdir. Biz proqramımızı və bərnaməmizi 4 bölümdə paylaşmaq və danışmaq istəyirik. Birinci bölümü Firqi Demokrat inqilabının milli hərəkətinin hansı nöqtəsində qərar tapdısı və hansı iskahda oldusudur. Bir geçmişdə və bir zamanlar neçə illər bundan öncə Azərbaycan xalqı 2 bölünür və o zamandan və o tarixdən bəri bu millət yenə də aynı geçmişdəki yaşadığımız atalarımız, babalarımız gibi yenə də yaşamaq istəyir. Ona görə də hər zaman, hər anda mücadilə və savaş veribdir. Abbas Mirza hərəkatlarından başlanğıcından bəri bu savaş və bu mücadilə vardır və yenə də devamı edəcək və devam edir. Abbas Mirza'dan sonra deyə bilirik ən dəyərli və ən önəmli savaş bu nöqtəyə məşrutə tarixi və məşrutə inqilabı idi. Sonra məşrutə inqilabındakı o pəsa inqilablardan sonra və onun zəif və bəzi başqa yola götürməklərdən sonra çox böyük bir zəiflər və böyük bir nöqtələr yarandı, atıldılar. Amma Firqi Demokrat inqilabı gəldi tam zamanında və ən mühüm və kritik nöqtəsində bu istəyi və bu savaşı gözəl bir nöqtəyə və gözəl bir sahəyə keçirdi. 2-ci etapda biz millətin engizasyonu və xalqın potansiyelini bərrəs edib və ona baxacağıq. Millətin engizasyonu demək olar onun istəkləri və necə ki geçmişlərdən və ya atalarından və ya tarixdə eşidib və duyduqlarına görə nə cür gözəl, bərabər, bahəm, birlikdə yaşırdıq. Yenə də o hissi və o yaşayışı və o istəyi yenə də bu millət və bu xalq istəyib və o əngizəsi vardır. Bu nöqtəsi ola bilər. Bir də potansiyeli ki, bunun milli şuurundan tərçəşmalı və milli şuurundan doğulur. Çox önəmlidir bu bir xalqa və bir millətə. Hələ bir də o tarixdə və o bazədə, zaman bazəsində bir millətdən və bir xalqdan milli şuurdan söz açmağına görə çox dəyərli və çox önəmlidir.
Ondan sonra bu hökumətin quruluşu və birinci günündən nələr istədiyi, mütalibatları nə olduğunu bərrəs edilir. Sonra o mütalibatlar və istəklərinin əsasından qanuni əsaslar yazılır. Ki bu qanun əsaslarının yazılmasına görə nə tartışmalar və nə mücadilələr olur məclisimizdə, milli məclisdə. Onlar bərrəs olunur. Sonra onların əsasında icraiyatlardır. Nələr yapılır, nə işlər görünür, bu firqi demokrat və bu milli hökumət nə işlər görür və millətin istəklərini hansı yerlərdə və hansı nöqtələrinə əldə edə bilir. Və axirdə bu hökumətinin nədən və illətlərinin, süqutunun illətlərini bərrəs edib və ona baxacağıq. Ki bu süqutlardan sonra və bu süqutun, bu çökmənin arxasından sonra nə təsirə və nə etkilər buraxır. Buna rağmen proqramımızın əsasında başqa dostlardan, başqa bilənlərdən, tarix bilicilərindən və tarix yazanlardan və inkişaf və mütaliə edən dostlarımızdan da yardım alacağıq. Sonuçta ümidimiz budur ki, sizlərə bir gözəl və təsirli və faydalı bir proqram və tarix bəhsi və məbhəsi olsun. Sonra da sizdən istəyimiz budur ki, bizim üçün dəstək və yardımcı olasınız. Bu proqramları izləməklərlə, like eləməklərlə, sonra öz fikirlərinizi bizlərlə paylaşmaqla gözəl və dəyərli bir əsər və qalıcı bir əsərimiz olsun. Sağ olun, təşəkkür edirik.